دیدید که در زندگی هستند نفرانی که میگویند که چی میخورم، از کجا میابم، چی کار میکنم، اینقدر غم میخورن. پس گوش کنید. دورای حضرت سلیمان، روز حضرت سلیمان در لب آب بود، بحر. ناگه چشمش با یک مورچه افتاد، زنبور مورچه. یک گندم را کشال کشال می آورد. لب آب که بود، بعد گفت کاش آب نبرد همین مورچه را، بیچاره زحمت کشیده همون را آورده ایستاده است. مدت نگذشت، ناگه یک قورباغه از داخل آب بر آمد، دهانش را باز کرد. مورچه وارد شد، دهانش را پوشید، خودش را داخل آب پرتافت. حضرت سلیمان در حیرت ماند، چی سیری است؟ مدت سکوت کرد، ایستاد. پس از چند دقیقه قورباغه برآمد، دهانش را باز کرد. مورچه برآمد، فرآمد و رفت. گفت ایستید. حضرت سلیمان زبان آنها را میدانست، با تمام وایها صحبت میکرد. پرسید که این چی سیری است؟ گفت در قعر همون دریا، یعنی هم پایان آب، یک خرسنگی است، در او یک کرمکی هست. گفت کرمک کور است و من مسئول هستم که هر روز یک گندم را آورده به همون کرمک برسانم. یعنی این ساده کوتاه من نقل کردم. پس می گفت خداوند که غم یک کرمک کوری که در قعر دریا هست، غم او رو می خورد، شما کجا می نالید؟ باید یک درس بزرگ باشد برای شما. یک پرچه شعری بود از خاطرم برآمد. پیش از آن می گفت پر کند پستان مادر را، یعنی که هر کس رزقش هست، هیچ وقت از پس یک غم مخورید از کجا میابم، چی کار میکنم. زندگیتان رو خوب ادامه دید، میبینید که از هر کجان رزقتان میآید. این بود مختصر اطراف این صحبت کردیم. خود رو احتیاط کنید. شما را دوست میدارم. خداحافظ.